سلام، امروز میخوام مربای انجیر با هم درست کنیم. ابتدا شهدش رو آماده میکنیم. به ازای هر کیلوگرم انجیر 750 گرم شکر و 2 لیوان آب نیاز داریم. شکر و آب رو روی حرارت میذاریم. حرارت ملایم باشه تا قبل از اینکه شکر حل نشده نباید به جوش آبمون. وقتی که شکر حل شد انجیرا رو بهش اضافه میکنیم. بعد حرارت رو زیاد میکنیم یه چند دقیقه و کف روی مربا رو میگیریم. برای اینکه بعداً شکرک نزنه میتونید شما مثل من بهش یه مقدار جوهر لیمو اضافه کنید یا در آخر بهش آب لیمو اضافه کنید. حدود نیم ساعت طول میکشه که مربای ما آماده بشه. من اینجا یه مقدار بهش زعفرونم اضافه کردم که خوش رنگ تر بشه یه مقداری. برای اینکه ببینیم شهدمون قوام اومده یا نه یه مقدار از شهد رو میتونیم توی نلبکی بذاریم و توی یخچال تست بکنیم. اگه آماده شد و قوام اومده بود که دیگه انتهای کاره در واقع. بهش گلاب اضافه میکنیم و وقتی که قشنگ مربامون جا افتاد و شهد غلیظ شد میتونیم خاموش بکنیم مربا رو و بذاریم خنک شد. در ظرفای شیشه نگه داریم و استفاده کنیم. اینم مربای شیشه یا خوشمزه ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برای عزیزاتون درست کنین و میل بفرمایید. نوش جان. لایک یادتون نره و برای دوستاتون که مربا خورن حتما این پست رو بفرستین. خیلی دوستتون دارم.